رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه فطوبی للغرباء، خوشبختی و خوشحالی و جنت برای غربا باشه. خوشا به حال غربا که در اینطور موقع فتنه و فساد، در اینطور موقع جهالت و نادانی، در اینطور موقعی که مردم سنت به دوربین پیدا کرده نمیتونه و تو دنبال سنت گشته رایستی، تو دنبال حدیث گشته رایستی، تو دنبال دین گشته رایستی، در هر معامله خود سوال میکنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی رقم در موتر بالا میشم، رسول اکرم چی رقم صلی الله علیه و سلم بالا شده بود، چی رقم حرکت کرده بود، کدام دعا را خوانده بود، در خوابت، در نشستن، در داخل شدن خانه، در بیرون شدن خانه، در هر معامله جستجوی از این داری که امام و مقتدای واقعی که الله برم تعیین کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل چه قسم انجام داده، چه قسم انجام داده. زمانی که اینمی احساس قطی تو بود، اینمی فکر قطی تو بود که ما عمل کردی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی خود جویاستم، تلاش میکنم، کتاب میخرم، کتاب روش نماز رسول الله، کتاب روش خوراک رسول الله، اخلاق رسول الله را من پیدا میکنم، دنبالش میگردم. اینی مردم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کرده، مژده داده فطوبی للغرباء. غربا کدام بودن؟ من براتون کم کم گفتم، الذین یصلحون اذا فسد الناس، مردمی که خود اصلاح میکنن وقتی که مردم فاسد شود. مردم به بیراه روان است، به راه روان است. مردم نماز خود در یک دقیقه میخونه، خب به اطمینان میخونه. مردم در کسی از این نیست که طریقی پیغمبر میاد نمیاد، خشوع میاد نمیاد، لیکن تو کلی گپا را رعایت میکنی. فساد وقتی که مردم فاسد میشه تو اصلاح میشی. مردم دخترها زناش حجاب دور کرده تو حجاب مراعات میکنی. مردم سیگرت دادانش است تو مسواک دادان میکنی. مردم گوشی موسیقی در گوشش است، تو گوشی تقریر تفسیر درس حدیث در گوشت است. مردم سرای خود فرانسوی چند قسم مالی برآمده عجیب مویا جور میشه، ولی تو میگی نه من این رقم باید نباشم، چیزی که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ثابت باشه. اینی را غربا میگه. در یک روایت الذین یصلحون ما افسد الناس است که مردم چیزی را فاسد کرده تو پس اصلاح کرده رایست. پشت در جنازه بدعت شده، تو امروز جنازه را طور میخوانی با مردم ایران میمانه که چی رقم جنازه بود. پشت تویا یک رقم شده که امروز تو توی میکنی مردم تعجب میکنه، انگشت در دندان میگیره. پشت تو پدرت یک رقم بود، در خانه مردمی می آمد که نمیشناختی، امروز در خانه تو مردمی نیک می آید. الذين يصلحون ما افسد الناس. در دیگر روایت هم النزاع من القبائل، غربا کسانی هستند که یک تا از هر قوم برآمده و دوستی را فقط برای الله در بین خود قائم کرده، آنقدر محبت میکنه کلگیشان عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن افراد متنوع، یک قوم نیست، یک خیل نیست، یک اهل مسجد نیست، از مختلف جا. خب به خاطر چی؟ رضای الله، به خاطر تعمیل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. من در دیگر روایت آمده هم اناس صالحون قلیل، یا مردمان صالح خیلی کم هستند، فی اناس کثیر سوء، در بین مردم زیاد لیکن بد و زشت. در بین مردم زیاد زشت مردم خیلی کم قلیل، این مردم غربا هست. از او خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من یطیعهم، کسایی که اطاعت از یارا میکنه خیلی کم است از او کسایی که نافرمانیشان میکنه. در دیگر روایت میگه الذین یفرون بدینهم، کسانی هستند غربا که به دین خود فرار میکنه، از فسق و فجور فرار میکنه، خانه خود از اینجا انتقال میده در دیگر جا، مجلس ترک میکنه، میفهمه که این مجلس لهو لعب، عیب جویی، دروغ، غیبت ترک میکنه، میره و در گوشه میشه، دین خود حفاظت میکنه. فرون بدینهم، این را غربا میگه. الله سبحانه و تعالی بکنه که واقعا ما مصداق غربت در خود پیدا کنیم، مصداق غربت در ما دیده شود که دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق ما
صادق شود و اون مجده‌ای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده بر ما واقعا مجده شود. هستیم غریب، در عملکردهای خود با مردم تفاوتی داریم، در نماز خود، در خشوع خود، در خضوع خود، در پیروی سنت، در خوردن خود، در حلیه ظاهری خود، در رفتار خود، در سلام و کلام خود، در معامله خود، در دریوری و دکانداری خود، در دکتری و انجینری خود. واقعا تفکیک میشم یا نه؟ انگشت برم گرفته میشه یا نه؟ اگر این صفت غربت در خود پیدا کرده نوش جان، الله نصیب همه ما بکنه. اگر نکردیم کوشش بکنیم که همینطور صفت پیدا کنیم. توسط چی پیدا میشه؟ دنبال سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گشتن. لحاظ و ملاز کسی را نکنیم که قوم اینطور میگه، مولا اینطور میگه، فلانی اینطور میگه. نه، رسول الله اینطور میگه، خلاص این کاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دنبال از او بگرد. آلی غریب جور میشی، آلی غربا جور میشی، آلی دیگه دعای رسول الله پشتی سریت است. اگر میموریم، اگر زنده باقی میمانیم، اگر در تکلیف هستی، اگر در راحت هستی، هیچ پروایی نداشته باش، به شرطی که تو غریب باش. واقعا او اعمالی را انجام میدی که مردم او را ناشناستش. امروز غریب است، اقامت حد غریب است، حد قایم نمیشه، به جای قانون شریعت و قرآن قانونای وضعی آورده میشه. اما تو است یا نیست؟ امو رقم است. به جای از اینکه ما دفاع از قرآن بکنیم، شعار خود قرآن بدانیم، نظام اسلام بدانیم، ما شعار خود دموکراسی را میدانیم. از او با حفاظت از او کمر بسته کردیم. تلاش و کوشش ما برای از اوست. نه، ما در جمله غربا و مصداق غربا خود جور بکنیم. الله سبحانه و تعالی توفیق بر ما نصیب بکنه که قدم به قدم، بلست به بلست در زندگی خود، در هر معامله زندگی ما پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. الله ایرا برای کلگی نصیب کنه. بارک الله لنا و لكم في القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. استغفر الله لی و لكم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.